جمشید بدرویا بعد قطعی تگام میزنم ما بعد رئیس قطعی عادل نگام میزنم آخه جمشید بدرویا گوش کنید جمشید بدرویا تو در گروه آخه ما بابا جمشید انا دیگه که محمد اقبال گوش کنید خیلی توهیر ات میتونه که قطعی اگون انسان دیگه که نکجون ما بابا جمشید الوهیدا که اکه محمد اقبال جمشید و جمشید شریف فای و جمشید شریف فای ما غیرزاده جاویدان هستم در چرا میدونم یا بزی ما با بز کار ندارم ما میگم اولی اول اسناونه کار جمشید بدرو یا جمشید اول گپ زند قطعی مردم تو مردم بفهمن محمد اقبال کیه جمشید کیه بعد از او گفتی که ما کارا میکنه میریم اول جمشید میدرو یا گپ میزنه بعد ایو یعنی که لوبو کسد میدره بعد گپ میزنه بغیر جمشید یگان فایده نداره دیگه گپ زدن اول جمشید میدرو یا گپ میزنه اورومونا محمد اقبال تو ایخیل خوب من سوالش میکنم او سوال میکنه چی گپ بود چی خبر شد یک خیل اگر گپ نزدم قطعی جمشید بعد میریم اگر ندرویت روی شما همه سیاش دیگه گروه متشکل جنایتی گفتی گپو خیلی دیگه بفهمی خودت سیستم برای امکا بگو بدرویا جمشید تو شرمندگیش از این بیشتر نشود بدرویا گپ میزنه اتهامش هم میکنه ایوجا ویدیو را رنگی گفتی گپو هم دیونه چی وره نمیشنه و آیا پدوال گفتی چی نمیدونه چی گفته است هم هر گپ گفته است مازش نیست بدرویا تو اینکه صحبت کنه انا بس تاکسی دیو نکی داری خلاص دیونک نشه آروم گبزه جینج نکخته جروتا جینج نکش میکروفون مرا حرام خر چه میکروفون مرا میکشی من میتونم ترسم الان که دستا بالا بردار اول بالا کن دستا بالا کن انا دستم بزنی کو حرام خر اوگا زاگی تو فکرم خونه ما را نکرد بانگی دهن رمام خیلی مرد که دکونت میگم فهمیدی کی خاطی بدبختی بند زده کی برا خوره میگم اینه ما قطعی تگاب زدنی بیا رنگ انسان بیا بس اینجا بیا بس جا بیا بس کی بان کشید سلام علیکم من رحمت ما گوش جمشید اگر دشمن کدی کو دلوبا جودافر میام رنگ میبون میدوفر ولی کم نور بیا به اقرات بنام خدا کو به اقرات ولی خجا گبزن تو بزی ما دکازات نکن تو بزی تو ما عروس اقبال بیا اخی تمام مرغ عروس اقبال شو تا انگلیا رو کردم میدونی شو تا انگلیا رفت نوبت خودت میگی جای گوش که گپا تو دیگه گپ نداری گپا گوش که برای چی مطرح بانگید گفتم ما قطعی زنت کشیدم بانگا از زنت کشیدم بانگا تو فکرم خونه ما رو نکدی که من بانگ میزنم دندانم مرا بکسه زیرا بی گوش کو گپ نزن محمد اقبال ما یگان وقت معامله بعد نکردم فهمیدی خیلی زبان مردم چی گفتی خیلی میدونی بس رنگ انسان گپ زدم میتونی رنگ انسان ما 4 سال دربارت رنگ مرد گپ زدم 4 سال محمد دوان ده حیاتن دبارت نبودم این عروس تا بگه جای عروس برو رای پیش همین آدم دیاد بود که همین آدم بس همین آدم در آسیا بود میقپن فلانو میکنن گفتن زویش کردن پیش طرف برای اردام کردن گذراندن دیاد بود رحمت الله میدونم 100% این مرغ ما خودم پروژات که این مرغ ما خودم این مرغ این روز اگر مردک بشه به اقرار یاردم کرده است که میگه که من ترا یاردم کردم 4 سال دبرت بودم این دبری من یگان وقت نبود از همین افیر رنگ لوبو کس میدرمات گم میزدی این را من ندیده بودم شاید پیش وقتی دیدیم فهمیدیم که این بانگی ای تمام مردم بچه‌ای که در دبرش بودن فهمیدن که بانگی ای بانگی بدنش 100% همه مردم بانگی بدن این طرف یعنی مید گوش که دیونا آروم باش بس تو بانگی نیستی نه والله بیلو تالو قسم تهمت دکازات کن بیا دکازات نما در ما چطور من تاپوز گوش کن بس نه اخی ما دعواشم تو گوش کن بزی چا گوش کن
عروس بازی چمازه بده قزاق عروس اقبال تو بزرگسیان نیستی نه عروس اقبال عروس اقبال گوش که پیدر است بزن دوم شبزن اولی ابور دوم شبزن یا بار دوم شبزن ما گفت زنم تو بکنه گفت زده خطمیانه عروس اقبال عروس اقبال انا خیر توقع تو من چی آدم کرده هم یاردم کردگی تا بگو خلاص دو نازا سینما دو نازا چی داد میزنی کسلی چی داد میزنی سینما یاردم کرده جمشید جان شما ما رو چی یاردم کرده الان خیر الان جمشید جان میگوی آرام الان خیر احتیاط میکنی جس گپ زنی تا پات زیادی نمیکنی گپ زد چی یاردم کای من الان خیر استو گپ نمیزنی وقتی گپ تزدی گوش میکنم گپ زدم گوش میکنی پات نمیکنی ما خطا با میگم با در کرم زدگی بعد میگم دونی در بین مردم میگم قرار نکرد من چی یاردم کرده فهمیده که کتاب دان تا انا گوش میکنیم سری خدمتای ما میره گپ زد وقتی که خب کوخی کسلی خب که خدا جزیرت کردن ریختی انگلی رفتی پروردگار برای انجام تاجیکستان برنده اوشام ته گپ زولی گپ زد چی خدمتون کای گپ زد بانگی گپ زد گپ زد خدمت گویده بودند خدمتو تا بگو لعنتی گپ زد خدمتو تا بگو لعنت داوغونستان گویدن بگو اینمی نداره یگون گپ برمده است رنگی دیونو و رشته است رنگی اونو و چیکو غریب شوره امتاری کاس امچش کرده ساستوش لپاس مونده در پیش شمشتگه نومرد تو نومرد من شو خواهرت بدم خواهرت گفت که من نومردم بس خواهرت گفت بدشم خواهرت گفت او چای مردگیت گفت که من نومردم کی گفت نومردم کی گفت دیدی قرض کرد کی گفت که من نومردم گپ زد چی خدمت بدشم خدمت تا گپ زد خدمت تا گپ زد آرام گپ زد بگو من طریق کار کردم بس تو فکر نکن که تو من گپ نشوناته چقدر گپ زدن اول بگید ایفرا کریم آدم نمونده چی پات داری خدمت تا گپ زد خدمت تا گپ زد گپ نزد کارت چیه خدمت تا گپ زد گپ زد خدمت ابی گپ زدیم اخی میکروفون بکشین همه قرار داریم ما در رود گپسم ما دور اروپا قد گپسم ما اتنا میگرسم خودت نکی اون کس نمیشه خدمت تا چی خدمت کرد خدمت تا بگو گپ زد نیر چی دوری اورم گپ زد تو جنایتکار نباشی اورم گپ زد بشی خبرش کن ما 3 minut گپ میزنم افش قدم میکنی گوش میکنی ونیمتی نه تحقیر نکن حقارت که قطع میکنم ما یا گپ دارم خودم داشتم میکنم نمیکنم تمام خدمت تا بگو مرحمت همین خیر آرام گوش میکنه دیگه مردم مقصدش هم یکی من اگه گپ بزنم برو که گپ نداره بزنه میگه آرام محمد اقبال 4 سال کارتای حرامی تر ما تبلیغات در مچتا وردم پول دادم ایداس اسماعیلی دلی باش که جاسوس کمیته امنیت ایگاستا زن اسماعیل نشناختی خب امینو بگم زنم اخی بگم زنم اخی بعد دروغ نمیگم گردن مخی تو داب زد نام اسماعیل نگی اول اسماعیل لوبای کس میگیرم انا لوبای دارم میگیرم خطا بگو تو در آسیا چی خدمت کردی انا میرا بگو جمشید گوش کم جمشید شریپوف اولی خدمت دست کرد باز بازنت به خونه حلالت قسم میخورم به این مردم میشم چه مردم بازن غذای حلال هم نداری بافکر بیش پارت گرفت گرفت رفتی گوش که مرا همون کسی بودم که یکمی خدمت ما درک جون تا گرفتم ترا اوچا تا گرفتم اوچا تا گپ زد دی گپ نداره این گپ نداره اگر یگون گپ میداشت من میگفتم که همین آدم گپ داره تماما یگون گپ نداره تو گوش که اولی من ترین نومد من چی نومردید کردم تو کی که من قطعی در حیاتم و نخوردم یا بار و خوردم دیدم چشمو تار سیکون کردگی یا آدم بانگی فهمیدم که تو کی محمد گل شما تاثیر خبر بانگی بچه تو چی تو کیسه من میترا دیدم رنگ بین حال پرس من میگم گفتم این آدمی مسلمان گپ نمیزنه یا منافقه یا دیوانه یا بانگیه این آدم مسلمان حد نیست اینا من دیدم فهمیدم تو کی برای همون خاطر نگو در پیش مردم که تو در حیات ترا فراموش کنی وقتی که در آسیا
فیسبشنیکایی که پرابلمات کردن بس فیسبشنیکای پرابلمات کردن وقتی که فیسبشنیکا پرابلمات کردن چخل گریه کردی چخل ما پیش رحمت الله روی کردن برای رحمت الله تراب گیره پولت بتیا بگیره بگذرونات فراموش کردی زن حسین اشرف چخل حقارت میکردی اولی ما میام در اروپا زن حسین فلان میکنم بس والله قسم دروغت نگفتم والله دروغت نگفتم با ایمانم قسم گفتی من میرم زن حسین فلان میکنم ما زن گروه 24 میرم فلان میکنم این گپای تو بودن نگو جمشید این گپا نگو جمشید این گپای تو بود من تو حاضر این گپا را در یگان جا نگفتم اینا در روی در پیش مردم گفته ایسم بس تک بس تو دیگه گپ نداری تو